ما این همه میگیم فدات بشیم، ما رو نمیخوای، یعنی ما لایق نیستیم یا با. یعنی من انقدر کمم که منو نمیخری، انقدر فاصله بین من و خودت ننداز آقا. هر کی سینه زده، هر کی خونده برای امام حسین، هر کی منبر رفته خوبه آقا. بزرگتر ما میگفتن نطفه وقتی تو شکم مادر تشکیل میشه از زهرا مینویسه این چایی بریزه، این بخونه، این سینه بزن. بابا از اون موقع است بابا. حالا باز ما یه خطایی میدیم دیگه، ای با چوب نزن بابا. ما که معصوم نیستیم. همه خوبن آقا، این بده اون اصلا ارفاق، همه خوبن. سینه زنش خوبه، هیئت‌دارش خوبه، صوتی خوبه، چایریزش خوبه، کفش جفت کنش خوبه، مداحش خوبه، همه خوبن. هر کی تو این عالم گفت صلی الله علیک یا ابا عبدالله خوبه.